سلام و درود. هممون کم و بیش خبر داریم که حکومت طالبان در افغانستان جلوی کشت تریاک رو گرفت و مثل سابق نمیتونن تولید 6000 تنی در سال رو داشته باشن، اما بازار مصرف همچنان به قوه خودش باقیه. چه اتفاقی افتاد؟ اون کمبود تولید 6000 تن به کجا رسید؟ چجوری جبران شد؟ درسته، با ساخت تریاک دستساز. تریاک دستساز 30 گرم پتمان کن، 30 گرم پتمان کن شنی حتی در راد ولا سرقال عظمانه كانوا در راد سرعات بعدين راد جنان ياكل تاريخ مانا ياكل تاريخ ما كان جنانتي بيا شيء